دوستان ارجمند، با کوشش کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات بنیامین عبدالله رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان متن شاهنامه تهیه گردید. باید بگویم که این متن بر اساس نسخه چاپ مسکو، نسخه ژولمول و چندین نسخه های دیگر، نسخه دکتر خالقی مطلق، نسخه فریدون جنیدی و نسخه های شاهنامه که در کتابخانه های ما محفوظند تهیه گردیده است. کتاب از 2 جلد عبارت است و در داخل آن مینیاتوره ها از محمود فرشچیان و نقاش تاجیک استاد کمالزاده در آن جای داده شدند و در پایان کتاب در هر 2 جلد واژه‌نامه بدون شواهد، واژه‌نامه شاهنامه آورده شده است، به خاطر اینکه خرد و بزرگ تاجیکستان بتوانند از آن بهره برند. و این کتاب در 2 جلد با تعداد 1,700,000 نسخه به هر یک خانواده تاجیک از جانب سرور خردسالار تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اهدا خواهد شد.